یگانه مسئله تابعاتی که باید شغل با تابعات بیماری‌های سیراتی در پنجگین داشته باشد مؤسسه دولتی بیمارخانه سیراتی است که با تقاضای زمان و اوج کووید 19 نام و فعالیت دیگر کرد. از ماه ینوری سال 2020 تا ماه مارس 2020 بیمارخانه سیراتی شهر پنجکند با ایزولاتور، یعنی که برای جدا نمودن شهروندان یا دانشجویان که از شهرهای بیرون از تاجیکستان می آمدند جای کرده شده 14 روز تحت نظارت بودند. در دوام 3 ماه ما 119 نفر چنین شهروندان را قبول نمودیم و خوشبختانه از درون 119 نفر همخیر شهروندان یا دانشجویان یگان علامت‌های این بیماری پیدا نشد و از آخرهای ماه اپریل سال 2020 تا به امروز بیمارخانه بیماری سیراتی به گاسپیتال تبدیل داده شد و در دوام این ماه‌ها زیاده از 250 نفر شخصان بیماران در اینجا طبابت گرفتند و سلامتی خود را برقرار نمودند. پرابلمی اساسی که در روزهای اولی پاندمی کووید 19 در این مؤسسه احساس گردید نرسیدن بالون اکسیژن بود. یکی از تنقیص‌هایی که دشواری که ما می‌کشیدیم این تامینات اکسیژن بود. دشواری دیگر نیست، یعنی که ما همه وقت تیار هستیم به بیماران کمک نماییم و از طرف اکسیژن تنقیصی نمی‌کشیم. بعد صحبت با مدیر شعبه کلانسالان مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری سیراتی نبیجان اکرموف دریافتیم که تجهیزات آورده شده برای تامین بیماران با اکسیژن کفایه نیست. در مورد بیماری کووید 19 در نوع پنجکند به کار گرفته شدن، یعنی نارسایی اکسیژن و کیسلرود به نظر رسیده است. در حقیقت چنین موردها به کار گرفته شده بود. تابستان سال روان شماره بسیاری بیماران احتیاج به اکسیژن طبیعی داشتند. با مبلغ 100,000 سومانی دستگاه اکسیژنراتور استاسیونری آورده وصل کرده شد که این دستگاه تنها با 4 یا 5 بیماران میتواند که اکسیژن را تامین نماید. بعدا از طرف سازمان عمومی جهانی تندرستی 25 عدد اکسیژنراتور 8 لیتره داده شد که این هم البته برای ما بنیاد کمک زیاد رسونید. بسیار بیماران را ما با واسطه این دستگاه ها نجات دادیم، توبت گرفتن. لیکن جای داشتن چنین دستگاهی که در این زمان در اینجا هست این آن را نمیفهماند که مسئله اکسیژن یعنی کیسلرود در ناحیه پنجکند حل شد. مثال 6 یا 8 عدد بیمار زیاد شدن، این دستگاه میتواند که ناکفایه باشد یا که هنگام اکسیژنراتور 8 لیتره که ما در این زمان داریم میتواند که برای بیمار را قناعت نکنه، یعنی مقدار اکسیژن خون بیمار از معیار معین مثلا زیاد شده نمیتواند. در این حالت ما مجبور هستیم که اکسیژن های بالونی استفاده بریم. برای استفاده بردن چنین اکسیژن های بالونی برای پر کردن این بالون ها با ما مثال مخصوص دستگاهی استاسیونری یا که چی میگن زوات ها میگن یا که سیخ ها میگن چنین لازم است که این در فقط در ولایت سوخت در شهر خوجند و در شهر دوشنبه جای دارد. یعنی شما گفتین که این پرابلم در مجموع حل نشده؟ نه، این پرابلم در مجموع حل شدگی نیست. نرسیدن بالون اکسیژن شهروندان نیز احساس نمودند. هنگام مصاحبه اندیشه خود را علاقمند به این موضوع چنین بیان داشتند. همچون ساکن شهر پنجکند نقطه نظر خویش را عادی طبابتی بیماری سیراتی کووید 19 بیان کرده گفتنیم که مشکلات اساسی در این بابت نرسیدن بالون اکسیژن می باشد. مسئولان در اول اپیدمی وعده داده بودند که سیخ علاوه استحصال اکسیژن می سازیم. متاسفانه این وعده اجرا نشد و با چند تجهیزاتی که استحصال اکسیژن که امروز در بیمارخانه سیراتی نصب شده است مشکلی بیماران را اگر مقدار آنها زیاد باشد حل کردن دشوار است. سردکتر بیمارخانه مرکز شهر محمد سفرов هنگام صحبت ما را باور کننده شد که گویا در پنجکند امروز بیماران کووید 19 عموما نیستند، ولی رهبریت نسبت تامین بیماران وزنین با اکسیژن تدبیرها اندیشیده استفاده است. برای تعاقب بیماران وزنین در تولدخانه شهر پنجکند از طرف یونیسف دستگاه استحصال کننده اکسیژن وارد گردید و فعالیت کرده استفاده است که با بیماران وزنین اکسیژن طبیعی اخراج می کند و دسترس کرده می شود و در بیمارخانه بیماری سیراتی نیز از طرف مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر پنجکند
дастгоҳи истеҳсолкунандии оксиген васл карда шуд ва ин дастгоҳ барои таъмин намудани оксигени табиӣ дар беморхонаи мазкур мусоидат менамояд. محض نرسیدن بالون اکسیژن سبب شد که طبیبان نتوانستند بعضی بیماران را شفا بخشند و آنها متاسفانه فوت دیدند. بدبختانه در این مدت ما 27 نفر شهروندان را از دست دادیم و آنها اساساً دیر مراجعت کردند یا اینکه بیماری‌هایی که دیابت قند، فربگی، فشار بلندی همه خیلی شهروندان 27 نفر فوت دیدند. در حقیقت روزهای اولی پاندمی کووید 19 در پنجکن سر و صداها جهت بنیاد سیخ علایده استحصال اکسیژن زیاد بودند. متاسفانه با سبب مختلف به جای سیخ اینجا دستگاه ها آورده شدند که آن واقعا هم در صورت افزایش مقدار بیماران نمیتوانند احتیاجات را به پورگی تامین نمایند.